خب ببینید برای رنگ کردن این مثلا داخل بیسای رزینی خیلی راحت هست. یه نمونه رو من اینجا مثال میزنم. اول نیاز به رنگ اکریلیک داریم که رنگ‌های اکریلیک توی بازار هستش، ولی حتما سعی کنید رنگی رو بگیرید که غلظت بالایی داره. من از رنگی استفاده میکنم، حالا پشتش نشون نمیدم، این از یه سایت گرفتم که میبینید که غلظتش خیلی کمه، یعنی خیلی رقیق، انگار آبه. بعد اصلا وقتی که این تهنشین میشه قشنگ آباش معلوم میشه، اون موادش قشنگ تهنشین میشه. از اینا اصلا تهیه نکنید، کارتون یه چیزی مثل این میشه. اینو ببینید، این قسمتش رو ببینید، حالت چیز در میاد. ولی اون رنگ به اصطلاح اکریلیکایی که یه مقدار غلیظ هستن، اونا رو شما با یک کوچولی 2-3 قطره آب، مثلا همین قدر، با 2-3 قطره آب که مخلوط کنید، یه غلظت خوبی رو بهتون میده. ببینید برای رنگ کردن الان ببینید همین رنگو ما خیلی زیبا میتونیم روی این داشته باشیم و همونطور که میبینید میتونیم رنگش کنیم. از این قلم‌های دات تهیه کنید، یه طرفش سیلیکونی، یه طرفش حالت دات هست. پس این قلم‌های دات توی سایزهای مختلف موجود هست، میتونید اینا رو تهیه کنید. یه پک کاملش رو بگیرید دیگه، همیشه دارید. وقتی این رو مخلوط کردید شروع میکنید. الان من اینجا چون با یه دستم دارم فیلم میگیرم، این مقدار ممکنه بد بشه. خب خیلی راحت اینو رنگامیزیش رو انجام میدید و کار رو به اتمام میرسونید. این نمونه رو بهتون نشون بدم، اینم بد نبود، رنگ اکریلیک سفید. حالا من اینو الان تستش رو بهتون نشون میدم. اگر جایی از کار مثلا بیرون زد، با یه به اصطلاح گوشواکن میتونید خیلی راحت اول میزنید توی آب، یه خورده سرش رو با آب آغشته میکنید، بعد میکشید روی اون لبه کار که کار خراب شده. میبینید که خیلی راحت اینو پاک میکنه و کار رو تمیز میکنه. الان ببینید این یه کوچولو بیرون زده، من با کمک این خیلی زیبا این رو پاک میکنه. خب این رنگ سفید رو هم درست کردم، کار خوبی هست، من ازش راضیم، بدک نیستش. و این دندونای این آقازاده رو رنگ کردم. ببینید ما میام اینجا و خیلی راحت شروع میکنیم به رنگ آمیزی. ببخشید معلوم نشد اینجا. خب اگر خواستید قالب این کارا رو تهیه کنید، از پیج هویج آرت شاپ میتونید تهیه کنید. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.